با نام شکرخند اون رو میشناسید. اومدیم و زیر زنگ میزنیم. سلام علیکم. علیکم السلام. چخیلی نکه سوزین خوبین؟ الله خوب باشکر. علی اکبری؟ اکا حمد خدا. مقصد همین طرف آدرس رو دگن از میریم. از که درش تخته هم میکنیم. پس حق بزنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی نکه جان خوبه سلام علیکم برادران و خواهران عزیز، خوش آمدیم به کانال همنوا. امروز تصمیم گرفتیم که صحبت آزاد گذرانیم با یکی از هنرمند شناخته جمهوری تاجیکستان، سعیدجان ایدیف، یعنی با نام شکرخند اون رو میشناسید. امروز خواستیم که نزد همان شخص رفته صحبت رو برو کنیم که شما هم شناسید. اومدیم و زیر زنگ میزنیم و صحبت میکنیم کجا است. من جوشا راست گپ نمیفهمم اونقدر کجا بودنشه، برای که یه بار اومده بودم فراموش کردیم. و زنگ میزنیم. زنگ میزنیم. اکی سعیدجان در زنگ میزنیم و بلند میکنیم. سلام علیکم. علیکم السلام. چخیلی نکه سوزین خوبین؟ الله خوب باشکر. اکا ما زیر نزد تیسل داریم. آها. نزد شما اومده استیم، نه که نمیدونیم جاتون فراموش کردیم. علی اکبری؟ اکا حمد خدا. اما رو برای تیسل کتابخونه بچگانه برنامه نسایید میشکره. خوب پاره انمو که راه فیلارمون بچگانه تاجیکستان میگه نشون میدم. آماده بودی تو؟ آماده بودم و خیلی چند قپه شما اگه بودم. بیا هم پاره راه بیا. من فیلارمون نگو نشون میدم. خیلی زیمو هم طرف اومدن میگیریم میبینیم اکا یافتیم پیشتون مدرویم صحبت میکنیم. پایینش من دور اومدی اما قرار بدن در داخل را بگو پیش من. خوب اکا رحمت. خوب حاضر همینجا را گفتن که مقصد همین طرف آدرس رو دگن از میریم، یعنی میبینیم از راه پیش اینجا کتابخانه با فکرم پشت همیده جای اکای شکرخند، یعنی سعیدجان ایدیف میریم از صحبت میکنیم خطشون. که همش ما در همه جا مثال شبکه‌های اجتماعی دیدگین، لیکن دربارش نمیدونیم. از ما میریم پیش شناس میشیم برای شما. همش با دستگیری های شما است و کی سعیدجان ده رحمت نگیم. من فکرم پشت همی داد برای که یه بار اومدگی بودیم. بسیار جای خوب بود در این طرف یک نوار میگرفتیم. حاضر میریم حاضر درش رو تق میکنیم و ما رو چخید پیشواز میگیره که سعیدجان. من هم طرف در نو بایدم زد برای که اومدگی بودم یه وقت. دوستای عزیز اکای سعیدجان هم همینجا ده میداریم. چند کبینت گوشه ششم بود، هفتم بود. این است هم همیه باستم هشتم باستم. از که درش تخته هم میکنیم. پس حق بزنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی نکه اکبری جان خوبه سوزه سلام علیکم. ششکش مخبه نکه رحمت. کفته اومده.
شاگرد کتی صحبت داشته. سلام علیکم. سوزی خوبی دادا؟ سلامتی خوبه؟ نه شکر شکر شما خوبه اینجا؟ فراموش کردی رای مرا؟ خیلی چند قپه شما زنگ زدیم و اینجا گپ زدیم با مسئولیت ها نپخت خیلی شد که رفتیم. یک مسئولیت ها ما همه وقت میپذار مقصد چی؟ من کاری این طرف این پسی صحنه های نو ای پسی شاگردو این شاگرد وقت او بله بله همیشه شاگردای نو کتی من همینجا نو یک صحبت کردیم زنگ زدیم ما گفتیم برادر ما فراموش خاطر شده نه ما یک ماه پیش قریب اومد یا که زیغ شده رفته یک خرج کرده زیغ نشین شما باشه رحمت هموطنان عزیز پیش از ویدیو رو سر کردم با شما یک رو گفتنی هستم که کدومه که در مسکو و نمیدونیم که گرانیسه با کدوم ماشین بریم با بواری بریم و با راحت بریم. من همین نمرهایی که در روی اکران میبینید نمرهای اکمونای بهترین تاکسی بشینین برین مثلا زیغ نمیشین راهداری قرای دروازه زیغ نمیشین ایهوز نمره رو بگیرین در تلفنتون ثبت کنید دو دیگه کدومی که قزاقستان میرین حتما همین اکمون را زنگ بزنین و از نوع کانال همنوا سلام. شما خوبین؟ نه شرمت خدا ما اومدیم گفتیم یک صحبت و زاد زمین برای که بسیاریو میبینن در شبکه‌های اجتماعی اما نمیشناسن شما رو ما خواستیم از پیش شناسیم و شما چه خیلی انسانن برای مردم تاجیک یعنی که گندگی خوبی ما رو بگیم اکوش در اختیار بدهن خودمون بگیم بهترین خوش دوستان عزیز یک بار دیگه سلام علیکم میگیم ما از نزد اکی سعید جان ایدیف اومیم یعنی راهبر تئاتر استودیوی شکرخند و ما تشکر میگیم که ما رو قبول کردید. سلامت باشه قدمتون نیک باشه خوش اومده نوری دیده تاجی سر این همین دکان ما یعنی که اتاق کاری ما از همینجا سر کردگی تا به صحنه در اختیارتون. سلامت باشه. اولین سوال ما همین است که یکم باید از احوال شما پرسیده شدیم. احوال شما سلامتی شما چقدر است؟ سلامتی ما بهترین است شکرانه الله در این مملکت تنج و آباد و آسایشته این خیلی برادرها و دوستای قدردان داریم چرا که سلامتی ما بیزه باشد ولی میگه هرچی که تو خواستی نه آن میشود هرچی خدا خواست همان میشود. فضل خدای مهربان این زندگی داریم دوستای بهترین داریم. من با یک دوستی قدردانه که 2 ماه یکدیگر رو با تلفن میکنیم این روز دیدیم همین روز نصیبی دیدار شد اومدن پیش یک سعید جان. دوران کودکی شما در کجا گذشته است و سهم والدین شما در انتخاب کسب شما؟ بهترین بنده سعید جان ایدیف یکی از هنرمندانی که خیلی مردم دوست می‌دارن البته ما مردم دوست می‌داریم هرچی که در دل انسان است انا همون ملائکه با دل دیگه آدم میبرن برای این دوست می‌دارن لیکن آدمایی هستن که چهره زیبا دارن که شیرین نیست هم خیلی چیزا دیگه الکبر او خب مردم دوستش نمی‌دارن نه که ما که مردم که دوست می‌داریم برادرها را دوست می‌داریم همه کار ما که به خاطر الله های ان شاءالله که دوست می‌دارن. بنده در ورزوب زاده ورزوب بوسونی هستم در همونجا تولد شدم. پیش گپتون داد دیروز زنگ زدم ورزوب دادین نه؟ بله و ورزوب با بالاتر رفتیم در تو یک خیش تبار بود خیریت اگه نصیب برآمد بوده درآمد نبوده نصیب درآمدش تویی که نزدیکست میکنن یگان چیک میتونن برای زندگی برآمدش طریقی که همون میری بعد یک خیلی اخی مثلا یک قالین یک بدو میگیری خودش الکی 300 سومون بنزین گاز میری همون میشه لیکن شکر با انا همیشه شکر اگر زندگی را خداوند خیلی میآفرید که آسمان کبود زمین کبود برگو کبود آدمو کبود این به معنی میشه زندگی با انا همین چیزا شیرینه نه. خب بنده در ورزوب تولد شدم کلان شدم اوان کودکی را باور کنه خیلی بچه چقان انا چقانی بسیار اسم پریدگی ایرا به زبان روسیش خولیگان میگن با تاجیکیش کم کم گودکی گنده لیکن شکایت نداشتن و به حدی بد میگشتیم ایسوس مقصد خیلی کلان شدیم خداوند همه چیز در نصیب ما دیده است این همین کسبه لیکن سهم والدین من باور کنه خیلی بلند است با کدام خاطره که میگم خیلی بلند است به همون خاطره که هر کسی که بسیار انسان ها هستن که میگن که خیلی مرا اوتمی چی نکرد اوچم خیلی بود
این بسیار در زندگی کلمه خطا نه. وقتی که شبا مادر میخیزه سری گهواره تر شیری سفید میتیه، پدر با او زحمت کار میکنه، این قدر مهنت میکنه که فرزند ما کلان شه، این نمی علاکه خودش سهم در زندگی است و علاکه همه خودش یک بهترین خدمت هایی که برای ما و شما کردن. خب بعدا من خیلی مایده کلان شدیم در مکتب. انا کوز تو مکتب شو بگم. در مکتب رفتیم، خیلی من تحصیل کردیم مکتبی میونه در خودی همو دیه. خب البته خیلی است وقتش ده آرزوهای کودکی دیگه است. وقتی که انسان با کلان شد با آرزوها با دیگه میشه. من هر وقتی که یک درس بود به خاطرتون است، درسی انتخاب کسب بود، انتخاب کسب بود نه. هم خیلی با معلم گفته که دامولای دیو تو چی میشه؟ یک معلمی بسیار زور داشتیم. نامش خود به خاطرتون است؟ البته نامش به خاطرم است. خرابری سیم و معلم عزت لوی بودن حاجی حسنوزی. خیلی چی میشه؟ من میپرسیدم میگه کسمه نفت کیهان‌آور بسیار ذوق داشتم ده. به خاطر همین کیهان‌آوری در آن دوره اوون کودکی صنف 4 والا علم یا صنف 5 بودم. ای همو بالای خیلی دیگه چی خیلی جوی کهدون است، چوتره میگن، چوکاندی میگن، هر زبان که میگن که همون بالا اومده به سرکی زدگی خوشبختانه کیهان‌آوردی جوان این همی دو کشتم شکستگی. انا تا به حاضر همین وقتی که خدای نکنه اگر آینه ماشین ما کم ترک پایان کنم در آماره استرخان روزی گردن میقپه. ایوش هم بدونید مقصد شما هم میگه که همین تماشابین بدونه که همین مردک چه خیلی گذشتگه این همیتاری زنده باشین. خوش درباره کودکیشان صحبت کردن همتون دیدن و آیا در وقت تحصیل مکتب میونه روی صحنه میبر اومدید؟ البته علی اکبر جان میگه هر کسی رو بهر چیزی ساختن میل او رو در دلش انداختن. یعنی که همین بوده است همین خوندگی همین کم کم ایسو پریدن و من هم خیلی حجمگاری و این همین کسبی یعنی که هنرمند بودن. در دوره مکتبی باور کنه یک 4 نفر بودیم، 4 نفر بچه بودیم، باقی هم دختر بود. نسیم بای گفتن یک بچه همکین بود، صالح گفتن یک بچه بسیار بچه خوب است، تا با حضور انسانی بسیار قدردان است. اکروس گپ 11 مایده اخی برای هم تعریف کنید. یک تا دیگهش نور محمد، یک برادر دوستی دیگه داشتیم، او هم کم کم صنعتکاره، حافظی میکنه. همین 4 بچه بودیم و عجیبیش در چی که در دوره همون مکتبی خیلی مینواختم وای بود تو 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 تا 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 میره و دوک 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 همه خیلی چیزا مینواختیم. با اویستا هو اونی سیمفوی 8 علاقه یاد گرفتیم، کم کم صحنه میکردیم. بابا همین رفت خیر اومدیم میدان. لیکن یک بار ما دانشکده هنرهای زیبا یعنی اینستیتوت صنعت دانشگاه سوال میتونیم استادی را ایرا بعدن سوال میتونیم. نه مقصدم که یک بار اوجا اومدگی نیستم اخی ایش خیلی مایلش ایروی ویریم ایروی تماشابینون عزیز ما از روی قاعده میریم. این مردمی بسیار در چارچوب کلانش دیگه چارچوب را ویرون میکنن. خوش اولین صحنه شما به خاطرتون مونده است چگونه بهاگذاری شده است؟ این راست گم برای که شما یک زحمت کرده راهی دور اومدگین اگر از یگان دروغم همین چیزی دروغ داره معلومه. میگن آفتاب به دامان پوشانده نمیشوه. تماشابینان مخلصان عزیز مخلصان سامانه همنوا که من خودم بسیار شما رو تماشا میکنم و مخلصان شکرخند سیجان ایدیوف کسانی که تماشا میکنن همین راستی گپ دروغ نمیگم راستش میگم. یکمین صحنه که زدیم دوره این یکم کرسی ما بود. کانال ما در سامانه یوتیوب همنوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.